حد خسته شدیم. باور کن همین نوستیو اینا با گروه سپیس نزد در قروق در آوردن. همون زمینی که در چی خطای داده بودن اوجه ارمیه خطای در آمده خلق اوجه سر کده است. در کدام منطقه قرار دارد اینجا؟ در طرف مرغاب نیمه، طرف روشخلا. اما خلق بیچاره اوجه ارمیه خطای سر کده بر آورده است که زمینی ما گفته مردم همه را سر کده است. با این دستیسه های حکومت همیه که اینا با راهبر حکومت میرفته، بچهش میرفته، کدومی میرفته، همه جا یا پالیتیکا کده استن. همه خلق باید سرنگون کنند. مقصد بله بله. یعنی این باور که برادر خسته شدیم همین چیزا تماشا میکنیم. باور که همه وطن یکم روز فروخته میشه ما دیگه در خدی کوچه میمونیم ده. بله حرفات 100% برادر درست هستند و این خبری که شما دادید واقعا نگران کننده است. وقتی از اون زمین هایی که قبلا آماده شده بود بیرون از اون باز هم میخواهند که مردم رو بیجا کنند. نه اوجه بیجا کده استن، اوجه سر کده است. ارمی خطای پولنی همه خلق سر کده است. در همین نو استراستی نشان داده است. پولنی توری اینترویو داده است. بله. یعنی این فرضیه هایی که از صحبت شما معلوم میشد، فرضیه هایی که در رابطه با دادن بیشتری زمین از بدخشان در برنامه رحمانوف هست، واقعا اینها فهمیده میشد که اینها حقیقت دارند. حقیقت برادر، حقیقت. بله این همه مشکلاتی که ساخته که در بدخشان هست واقعا همه مشکلاتی ساخته است، چون هیچ مشکلاتی در اونجا وجود ندارد. مردم بدخشان چی مشکلی دارند؟ ولی این همه مشکلاتی ساخته. بیانگر این است که باز هم برنامه رحمانوف برای اینکه حفظ این قدرت خود خانوادگی خود را داشته باشد این هست که باز هم یک قسم دیگری از اون منطقه ها را تحفه جای دیگری کند. همین سبب برادر دما اینترنت که نیست خلق ما نمیفهمه بسیاری چیزا را درک نمیکنن. میفهمن اون محل دیر میشه برای خلق ما. بله درست میگوید دوستم. همین مشکلی ما همین است که در خود بدخشان اینترنت وجود ندارد و در دیگر منطقه های کشور هم اونقدر سرعت اینترنت سست هست که دیگر مردم هم دسترسی به این برنامه ها ندارن. مشکل همین هست. همین حکومت هم این را خوب درک کرده است و از همه واسطه استفاده میکنه که اخبار و خبرها برای مردم نرسند. مردم واقعا در یک محاصره اطلاعاتی قرار گرفتگی هستند، از هیچ بیخبر، از همه بیخبر هستند و این حرفایی که در بیرون گفته می شود و با ما میرسد به اون مردم بیچاره نمیرسد. این راه را باید ما جستجو کنیم و وسیله های نوی پیدا کنیم که مردم از این چیزها باخبر شوند. شاید این همه نوارها و خصوصا صحبت شما که این قدر صحبت کرده باید همین مقدار بریده شود، جدا کرده شود و با دیگر وسیله ها به داخل کشور فرستاده شود که مردم از این وضعیت ها باخبر شوند. واقعا مشکلی یکی از مشکلات اساسی ما همین است که رحمانوف آمده خدای خود رو بیک صبور را وزیر علاقه تعیین کرده است. دیگر اون وزیر علاقه هر کاری که رحمانوف بخواد اون انجام میده. سرعت اینترنت اینقدر پست در کجای بخواد اینترنت رو قطع میکنه. به خاطر چی است؟ به خاطر این است که مردم با معلومات ها و جنایت هایی که این رژیم انجام میدهد به خبر باشند و از اینها معلومات دسترس نکنند. واقعا این مشکلی هست.